برادر سوال داده یکی خط میاد که حدیث میاد که باید میگه میره به 10 نفر روی که یا که 100 نفر روی که همین خیلی درسته یا که نه. برادر بسیاری همین خطایی که میاد در وجود در آخرش نفسگی به 10 نفر رویش که یا که با کم یا که با زیاد یک معجزه میبینی، بعد 5 دقیقه معجزه میشه یا که بعد 3 روز. اگر فکر کنیم همه ای که جو پیدا شدگی ای کیف رو وردگی ای برای چی مقصد اینها برای مروی کردن همیو چی است، ای کدام شهر برمگی ای همین مقصد چی است. این در گازیتی نیوز گفتنی گازیت ای تل ابیب میبروید در یکی از میگیم که چیاش سرلوحاش نوشته که چخیل اسلام را بجنبونیم و چخیل بتونیم که با اسلام ما خوجین اسلام شیم. در همونجا نوشته که فقه دینی در اسرائیل هنری لیونر گفتنی شخص صراحتا گفته که ما یاردمچی ها و یاردمگرا و یاردمچی های زیاد داریم که قطعی شب و روز در واتساپ ها کار میکنن، در واتساپ و تلگرام ها کار میکنن برای ضعیف کردن اسلام بین مسلمان ها. با اضافه کرده گفته که ما بیانات ها را به زبان عربی می نویسیم، به ترکی، به هندی، به فارسی، به کدام لغت هایی که مسلمان ها گم میزنند در روی دنیا به هم لغت ها می نویسیم. در این رساله ها میگه ما می نویسیم آیات های قرآن، حدیث های صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم می نویسیم و سخن های امام های مسلمان ها را سخن های صحیح همه نویسیم، لیکن در اخیر همون رساله می نویسیم که همین را برای 10 نفر روی که یا که برای 5 نفر یا که برای 100 نفر. اگر همین را روی کردی، اگر برای همین 10 نفر برای یک معجزه پیدا می شود، همون روز همون معجزه را می بینیم، یا که بعد 15 دقیقه یا که بعد 3 روز یا که زیاد یا کم هم خیلی ده. برای همین تأکید میکنه همین امر این با میگه که این کار شیدگی من خدم کردگیم و اکید حاصل میشه معجزه بعد همون وقتی گفتن همون انسان همون خط گفتگی که 3 روز یا که 5 روز یا که 15 دقیقه یا که 10 دقیقه همون چی میگذره، همون وقت میگذره نگه میکنه مسلمان که یگان معجزه نیست، یگان تغییرات نیست. آن چیزی که درباره الله خوند، درباره پیغمبر خوند، درباره امام های مسلمان خوند میگه همش دروغ بوده است، فقط همش فریب بوده است، فقط از آنها هیچ را انتظار شدن در کار نیست. بعد همین خیلی در فکر هم مسلمان میدروید. این بگیم که ایمان انسان به این گپا ضعیف میکنن. با گذشت زمان، با گذشت وقت این تکرار به تکرار میشه. این خطها ایمان انسان به دین چند مراتبه ضعیف میکنن. در دینشو بگیم که جنبش میدرارن، عقیده اونها را ویرون میکنن، فقط خیال میکنن که دیگه درباره الله رسول همش دروغه، همش فریبه، هم خیلی دیگه فکر میکنن. بعد میگه که در این حالت وقتی که عقیده مسلمان در این حالت که رسید بعد میتونیم که اونها را در تای دست بیاریم چه خیلی بفرم هم خیلی تاوشو بتیم. این یهودی همین خیلی چی دارن نیا دارن. برای همین جوان ها خطاب میکنیم، هممون خودمونم جوان ها را همه که کسی که میشنود انشاءالله از همین حاضر و بعد اگر همین خیلی مکتوب برای تبیه اگر امید داریم که انشاءالله که او را کوروش میکنی و پهنش نمیکنیم و امید داریم که انشاءالله کدوم برادر که همین گپ میشنود پهنش نکی و بگیم که یهودیا و کافرها بگیم همین نیتی بد دارن برای مسلمان ها، برای دروغ در بین مردم جا کردن که مردم از الله و رسولش دل شکسته کنن، دل خنه کنن. و دین اسلام همه وقت پایهاش مستحکم میسه تا روز قیامت، اگر چند که اونها چند کوشش هم کنن که الله تعالی خودش دین اسلام محافظت میکنن. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.